این طنز متاسفانه حقیقت تلخ افغانستان را نشان می دهد که امروز هر کداممان دعوای قهرمانی داریم. زدن گه حزبی و مجاهد، گه طالبان زدن، گه پیروان دین و گه کافران زدن، گاهی به جرم روزه گرفتن و یا نماز، گهی بر ادا و خوردن او بی امان زدن. خلقی به جرم آن که نداری برود پام، پرچمیان به جرم برود کلان زدن. صدها جوان به مرمی و رگبار بسته شد، گر حرف زد مسکو و یا ایروان زدن. اقصی و خاد مرکز ظلم و شکنجه گشت، خنجر به جان توده و دانشوران زدن. حزبی برفت و خیل مجاهد پیاده شد، بین خود این چنین زده و آنچنان زدن. از ظلم خورد برد مجاهد ز من مپرس، انبار آر چیست که تندور نان زدن. از بین کوه وادی و دامان تپه ها، هم سنگ های معدن و هم زعفران زدن. 100,000 راکت و هاوان و دهشکه بر قصد بر قدامت دارلمان زدن. در کوچه ها و جاده و سیلو و شش درک، آتش به جان کودک و پیر و جوان زدن. از کوه آسمایی و یا صافی و قروخ، بر هر طرف بدون هدف بی نشان زدن. با زور برچه و کلاشینکوف و دهشکه، غارت به مال و خانه بیچارگان زدن. زنهای شهر شوکه شدن ز وحشتش، خیز از فراز بالکن مکرویان زدن. تانگو تیاره را که به دشمن فروختن، پول حرام را همگی در فلان زدن. در روی جاده ها سینه زن را بریدند، با میخها به فرق سر 100 جوان زدن. طالب رسید و دست همه را به پاشت بست، مهر سکوت بر دهن این و آن زدن. روزی که طالبان به در کابل آمدن، با سیم و چوب خمچه به پای زنان زدن. نی باجه خانه ماند، نی تنبور و نی رباب، با نوک برچه بر دهن نغمه خوان زدن. زن را درون خانه نشاندند و همزمان بر درگاه های مدرسه قفل کلان زدن. برقه برای دختر 30 ساله دوختن، یک پرده هم به کون خری بی زبان زدن. تیوی به دار رفت و هنرخانه بسته شد، راکت به جان هر دوبت بامیان زدن. طالب برفت و نام نکوی از او نماند، مهر سیه به دفتر فرهنگ مان زدن. ناتو رسید همراه 100 کشور دیگر، نکتایی را به گردن 100 ماریان زدن. گفتن یار یاور دوست شماستیم، تیر رها نموده و صدها نشان زدن. یاران بم به قریه و بر روستا فتاد، راکت به خیمه های پناهندگان زدن. یادم نرفته مادر بم ها سر اچین، آن را به روز روشن به طور عیان زدن. سرکوب تا کنن جوانان سره را، تریاک و چرس و کوک به مغز جوان زدن. رشوت حلال، قتل حلال، ستم حلال، حتی ز پول موچی و از پاسبان زدن. القصه حزب و طالب و تنظیم و اجنبی، چوبی به کونه مردم افغانستان زدن.